سلام، در این ویدیو به بررسی رازهای پولبک خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. با سلام، توی این ویدیو در مورد نوع دوم پولبک به محور تعادلی بحث خواهیم کرد. توی ویدیوی قبلی در مورد پولبک به محور تعادلی در حالتی که ما زون پاور مکتی 4 برابری نوع 1 و 2 رو داشتیم بررسی کردیم. توی این ویدیو یکی دیگه از پولبک هایی که وین ریت خیلی خوبی رو برای ما ایجاد میکنه با هم بررسی میکنیم. ما در چارت به کراس دو خط تنکن و کیجن بهش میگیم کراس ایچی. حالا ببینیم از این کراس ایچی توی پولبک به چه شکل میتونیم استفاده کنیم. ما بعضی از مواقعی که کراس ایچی هنوز رخ نداده، مثل اینجا، قیمت تا ماکسیموم علیه خودش اصلاحشو کرده و به سمت بالا اومده. نکنید در جایی که خط کندل سفید قرار گرفته، کراس ایچی هنوز نزولیه و این هیستوگرام پایین هم نگاه کنید قرمز رنگ هنوز. این هیستوگرام کراس ایچی رو نشون میده، یعنی زمانی که تنکن با کیجن کراس نزولی داره این قرمزه، زمانی که روی هم میفته زرده و زمانی که صعودی میشه سبز. ما دنبال پولبک هایی هستیم به محور استاتیک که کراس ایچی رخ نداده باشه، مثل این مورد. نکن بین این مورد و کراسی که در این نقطه و پولبکی که در این نقطه زده شده با هم فرق میکنه. درسته جفتش جواب داده، اما چیزی که مد نظر ما هست و وین ریت بالاتری داره اینه، یعنی پولبک به محور استاتیکی که کراس ایچی هنوز رخ نداده باشه. این یعنی چی؟ یعنی قیمت یک ریزشی داشته اما پر مومنتوم برگشته بالا. این پر مومنتوم برگشتن قیمت به سمت بالا و روی نقطه صفر تعادلی ما، یعنی محور استاتیک، خب باعث ایجاد یک سری نقاط جاماندگی میکنه که ما از این نقطه جاماندگیه میخوایم حد اکثر استفاده رو ببریم. یعنی فرض ما بر اینه که قیمت زمانی که رسید به محور استاتیک، در صورتی که کراس ایچی رخ نداده باشه، قیمت خودش رو به تنکن خواهد رسوند. یعنی شما اگه وارد فروشی شدی، تارگتتون رسیدن قیمت به تنکن باشه. نکنید این پولبک مد نظر ما نیست. چرا؟ چون کراس ایچی رخ داده. باید در این قسمت پولبک ما داشتیم که هنوز چند پوینت فاصله وجود داره. نکنید این پولبک برای ما مد نظر ماست. زمانی که ما پولبک به محور استاتیک داشتیم، هنوز کراس ایچی رخ نداده. این نشون دهنده چه قیمت رفته بالا، پر مومنتوم ریخته. کجا اومده؟ روی محور استاتیک. تارگت اولیه ما، حالا اینجاها رو شما تو تایم فریم های پایین که خط روند میکشید اینا رو میتونید شکار کنید دیگه. تارگت ما رسیدن قیمت به تنکنه. این تارگت حداقلی خیلی خیلی مطمئنه ها، داره به شما میگه. نگاه کنید پولبک به محور استاتیک کراس هیچی رخ نداده، اما اینجا رو نگاه کنید پولبک به محور استاتیک کراس هیچی رخ داده، اولین پولبک هم نیست و میبینید ریزش داشته. حالا این در نهایت برگشته به سمت بالا، خب اما ما دنبال مواردی هستیم که تایم کمتری پشت چارت باشیم. یعنی چی؟ یعنی زمانی که این اولین پولبکه و اینجا مکتیش هم اگه همفاز باشه با این سویچ تعادلی، این میشه یک ترید خوب.
بریم یه دونه همفازی هم پیدا کنیم. نکنید این ترید خوبیه. نکنید قیمت به محور استاتیک رسیده در این کندل مشکی رنگ. خب سویچ تعادلی نزولیه، مکدی 4 برابری نزولیه، خط سیگنالش داخل مکدیه، یعنی زون پاور مکدیه. خب اما کراس ایچی هم رخ نداده. نکنید چندین حالت رو ما اینجا داریم، یعنی چندین تاییدیه بابت ریزش از محور تعادل رو داریم. خب حالا اینو چجوری می‌خوایم ترید کنیم؟ ترید این ساده است. خط روندی که شما میکشید با شکستش ورود میزنی. خب حالا اینجا شما ورود زدی با فرض به این که مثلا ریوارد شاید 2 و 3 شما رو نداده. خب رفته بالا، اینجا اسلاپ هانت شدی، ایراد نداره. روی خط روند بعدی که شکسته میشه شما نکنه ریزش رو ببین. یعنی ما چون چندین تاییدیه رو در این نقطه داریم در قبال ریزش، خب پس شما اگرم حتی اینجا با یه خط روند کشیدن استاپ هم اینجا بخورید، پشت بند شما میتونید منتظر وایسی تا این خط روند بعدی که شکل میگیره و میشکنه ریزش رو خواهیم داشت. چون مواردی که مثل این ما چندین تاییدیه ریزش رو داریم، بعد ورود میزنیم و استاپ میشیم، شما بدونید که توی ترید بعدی که میخواد به شما ورود بده بیشتر میریزه و بیشتر سود میکنید. نکنید اینجا این زون پاور نوع دوم بود. از جایی که مکدی تغییر فاز میده، یعنی اینجا مکدی هیستوش میاد بالای لول 0 تغییر فاز داده. قیمت کجاست؟ قیمت رسیده خودش رو منتهی خودش اصلاح کرده، رسیده به محور استاتیک. خب اما در چه حالتی رسیده؟ زون پاور نوع 2 حالتی بود که مکدی تغییر فاز داده اما خط سیگنال هنوز واردش نشده. خب پس اینجا هم یک قدرتی مکدی 4 برابری داره. بعد از اون و کراس ایچی رخ نداده. خب اینجا رود کراس هم داریم، هنوز کراس ایچی رخ نداده. بعد روی محور استاتیک شما دنبال تریگر ورود هستید. کجا؟ رو تایم فریم پایین ترید میزنی برای رسیدن قیمت به تنکن، فلت های کیجن و آخرین تیزی و آخرین سقف. یعنی شما زمانی که قیمت به اینجا رسیده تو تایم فریم پایین دنبال تریگر هستی. اولین پول بک هم هست، اولین پول بکه و توی ویدیوهای قبلی گفتیم که کدوم پول بک ها وین بالایی داره. پول بک به سویچ توازن، پول بک به سویچی که قبلش 2 تا تراز داشته باشیم. یعنی ما اینجا یک سویچ داریم، ما اینجا حد فاصل این را نگاه کنید، یک سویچ نزولی و یک سویچ صعودی. زمانی که توی این باکس 2 تا تراز ظاهر میشه، یه تراز نزولی، یه تراز صعودی، این نشون دهنده
مومنتوم حرکت به سمت بالاست. یعنی چی؟ یعنی ما یه سویچ نزولی داشتیم که تونسته تراز ظاهر کنه، اما این ترازه نتونسته حرکت به سمت پایین انجام بده، به سمت بالا اومده و تراز صعودی رو ظاهر کرده قبل از اینکه سویچ ظاهر بشه. این نشون دهنده مومنتوم حرکت به سمت بالاست. بهترین جای خرید کجاست؟ زمانی که قیمت دوباره میاد به محور استاتیک پول بک میزنه. شما با دونستن همچین گذشته‌ای در مارکت، پول بک به محور استاتیک هایی که قبلش 2 تا تراز داریم وحشتناک وینش بالاست. کنید دوباره همون مثال، دوباره زون تقارن، زون پاور نوع دوم، مکدی تغییر فاز دادم و خط سیگنال واردش هنوز نشده. قیمت کجاست؟ روی محور استاتیک. اما اینجا حالا چیز نداریم. کراس اگر اینجا بود برای ما ایدئال تر بود. اینجا چند پوینت فاصله داره. اینا رو داریم میگم که شما با انواع پول بک به محور استاتیک هایی که وین بالا داره، یعنی ما هر پول بک به محوری رو میخوایم از این به بعد نگیریم. کنید الان این پول بک سویچ تعادلی صعودی بوده، مکتیش فازش منفیه. این هر چقدر بیاد اینجا چارتم سوراخ کنه بره، من اینو نمیگیرم. چرا؟ چون ما داریم شرط میذاریم، میگیم سویچ صعودی مکدی صعودی. خب یعنی ما خب تعداد آلارماتون رو براتون کم کنیم. شما هر آلارمی رو دیگه ترید نکنید. یعنی الان با اسکنر زمانی که آلارم براتون میاد شما مواردی رو بگیرید که همفازی توش وجود داره. مثلا این سویچ نزولی بوده، فاز مکدی نزولیه، زون پاور نوع 1، قیمت رسیده بهش، ریخته. اما مبحث امروز ما کدوم بود؟ گفتیم که قیمت بیاد به محور تعادل بدون که کلاس ایچی داشته باشه. مثلا ما اینجاها رو اینو نمیگه چون همفازی مکدی رو داخلش نیست. علتی که میگم نگیریم اینا تریدای ریسیه. الان نگاه نکن اینجا سود داده بهتون. این موضوع ویدیو هم برای امروز بود. حالا اینا رو هم بررسی کنید تا من سعی میکنم چند تا از پول بک هایی که وین بسیار زیادی داده رو دونه بدونه توی ویدیوهای کوتاه به شما آموزش بدم که تو لایو مارکت زمانی که بهش برمیخورید بتونید قدرت تصمیم گیریتون بره بالاتر. موفق بشید.